شد بقاله و او را طوطیه، خشنوای سبز گویا طوطیه. یک بقال بود است، بقالش بکله شیک، همین بکله اصلا کلمه خودمون است، از زبان عربی گرفته شده است. بقالی یعنی موضعی که در اونجا روغن میفروشن، ارد میفروشن، دانواری میفروشن، امثال اینا. یک بقال طوطی داشته است، میگه یک طوطی سبز رنگ بسیار زیبا و خوشرو. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با هم از سوداگران. در نوای طوطیان حاذق بودی، بر ندای آدمی ناطق بودی. طوطی هم خوشرو صدا می‌برآورده است، هم با زبان آدمی کم کم گپ میزد است. اگر طوطی را کلمه یاد بده خیلی گپ را یاد میگیره، صاحبش میشناسه، صاحبش سلام میته. بعضی طوطیای زیرکی هستند که آیه های قرآن حفظ میکنن، سوره های کوتاه حفظ میکنن. همین طوطی را طوطی گویا بوده است، گپ میزد است. یک روز صاحبش به خونش میروه برای کار. در این ضمن بعضی کارا میشود، در روایتی در بعضی از نسخه های مثنوی اومده است که یک گربه میگه داخل دکان شده بود، طوطی را دید، به سوی طوطی هجوم کرد. بیچاره طوطی همون جان سرکی خست، از این طرف دکان و طرف پرید، بعضی شیشه های روغن چپه کرد، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. روغن گل بسیار قیمت های گیران، یک وقت مخصوص میگرفتن برای روغنش. از روغن گل دوخی تیار میکنن، بعضی مثلا داروهای معالجوی بسیار قیمت بها تیار میکنن. شیشه ها را چپه کرد، اومدن شیشه ها در زمین زدن، ریخت. چیزی باشید هم دکان و هم شیشه ها شکستن، روغن حیف شد. از سوی خانه بیامد خواجه اش، در دکان بنشست فارغ خواجه اش. خواجهش بیچاره کجا میدونه که روغن ریخته است، خیالش که همین دکانم تازه خشروه، در دکان کودک نباشه که پیش او کنه. آخی اومد به حضور چه پرتاف چهار ترکشه، دید پر روغن دکان جامه چرب. نگاه کرد که همه پری روغن بود است، لباساش در روغن گم شد، غضبش کرد. دید پر روغن دکان جامه چرب، بر سرش زد گشت طوطی کلزی ضرب. تیوخه گرفت در سری طوطی قهر شپید. طوطی در پیش سرش تاج داره، میدونه نه؟ همون تاجکاش ریخت، کل شد. چوب میگن، چوب که همون چوبش ریخت. مدت چند سخن کوتاه کرد، مردی بقال از ندامت آه کرد. ریش بر میکند میگفت ای دریغ، که آفتابی نعمت هم شد زیر میغ. دیگر طوطی ای گپ مون، این بیچاره گفت یگان مزگتریسینی گرفته استی بیچاره. همین وقتی که ستریسینی مزگ شود، انسان میتونه که ای گپ مونه، ای شنیدن مونه، از دیدن مونه. حتی دیگه بیچاره ریشاش هم میکنه و دست پشتی دستش بندان میخواه که خاک در سرت چی بزدیش. دستی من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سری این خوش زبان. کاش که دست میشکسته همین را نمیزدم، ای گپ نمیمون. یک مونیسی دکان ای گپ مانوندم. او خانه سوخته طوطی که گپ میزد است، همون خریدارا هم بسیار جلب میکرد است. دکان دایم پری خریدار بود، دیگه کلینتاش هم دور شدن. بعد 3 روز و 3 شب ناامید زار، بعد 3 روز و 3 شب حیران زار، بر دکان بنشسته بود ناامیدوار. جولقی سربرهنه میگذشت، با سری بیمو چه پشتی تاس تشت. 3 شب و 3 روز گپ نزدی، مردک دیگه دست دیلش خنک شد، گفت تمام که این گنگ شده است. یه روز ششته بودن، خوجین محزون و این طوطی را هم دماغش سوختگی که نخواسته پیش دکان. یک جولقی، یک درویش سر تراشیده است، کل کرده، سر مثل تاس واری می درخشه، میگه آفتاب باری. ای پیش دکان عبور میکند. طوطی اندرگو افتاد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چی ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ طوطی کل دید، خیال کرد که این کل یگون بی ادبی کرده است. درویشم زد یا سرش کل کردیان.
ها کلگ جورا گفت ترا روغن چپا کردی زدن سرتا کل کردن. در گپ در آمد از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچخت پینداشت صاحب دلق را. مردم همه را خنده گرفت. یک درویشی را که به خاطر خدا از بحر دنیا گذشته است، این توتی بیچاره به خودش قیاس کرده است. بعد حضرت مولوی نصیحت مون میکنه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. انا میختم سر تا بسری هر بزرگ نمون. اولیاء الله دوستای خدا او کسایی هستند که آخه هر کس به اون مرتبه و منزلت نمیرسد. گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. در نوشت فارسی بین شعر و بین شیر هیچ فرق نیست، از همون سه حرفی بورتن، شین یا و را، اما فرقش خیلی کلانه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را مثل خود پینداشتند. ولی گپ زنی میگن هم رجال و نحن رجال، و اونا را مرد بدن ما مردیم که آخی، اونا میخوردن ما میخوریم، اونا میپوشیدن ما میپوشیدیم. همون اولیاء الله هم زن میگرفتن، کودک میزایدن، کار میکردن، بعضیش هیزم کشی میکرده است بیچاره بدن، بعضیش از جور ظلم کردین، سرشون به سر همون بزرگان میمونن. همسری با انبیا برداشتن، اولیا رو مثل خود پینداشتن. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خواب مخور. این ندانستند ایشان از اما، هست فرق در میان نامنتها. نفهمیدن که فرق خیلی کلانه. هر دگون زنبور خوردند از محل، زان یک شد نیشو زین دیگر عسل. همین زنبوری علاو زنبوری اصلیت چی را میخورن؟ خیلی علو کلون زردک شب گیریم، یک تش اصلت میتو یک تش نشد میزنه. هر دنه خوردند از یک آبخور، آن یک خالی و این دیگر شکر. نه شکر و قمیش هر دش یک آب میخورن، نه شکر شکر میتو این قمیش خالی بوده. هر دوگون آهو گیاه خوردند آب، زان یک سرگین شده زین مشکین آب. همین آهوی چی را میچرن میخورن؟ آهوی است که از اون مشک میگیرن، مشک ختن میگیرن. اما بسیاری آهو است که فقط همون سرگین میبروی از قفاشو، یکون حاصل ندارن. ببینه 100,000 همچنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. آن خرد گردد پلیدی زو جدا، این خرد گردد همه نوری خدا. همین طعام همه میخورن، یک از بعد خوردن طعام میرود در مسجد نماز میخونه، یک فاسق بدگوهر میرود زنا میکنه. آیا برابر هستند؟ آن خرد زاید همه بخل و حسد، این خرد زاید همه عشق احد. این زمین پاک آن شور است بد، این فرشته پاک آن دیو است دد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، شما غره به صورت ظاهری نشوی، میتونن که در صورت یک خیل باشن. آب تلخ آب شیرین را صفاست، همه آب تلخ هم رنگ آب شیرین صافه بیغباره. آب شیرین بعضن اگر سیل بیوه بلوی میشوه، آب تلخ همیشه صاف و صفاه. پس مغرور ظاهر نشوه که اینا از هم دیگر خیلی تفاوت دارن، خیلی فرق دارن. اینا در مراتب راویای حدیث من برای شما یک مثال اندک، یک مثالی که آوردم. خب